بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، در درس دعاها امروز باب قول الله تبارک و تعالی و صلی علیهم و من خص اخاه بالدعاء دون نفسه، درباره دعا کردن برای برادر آمدگی هست و این چنین درباره این که تو خودت را میمانی و یک برادرت را به یگان دعای مخصوص دعا میکنی. و اینجا سوره توبه و صلی علیهم را الله آوردگی هست، برای آنها نماز خوانه، برای آنها دعا کن. یعنی صلات خواهران عزیز، نماز به معنای دعا هست اصلش. بعدن به همون عبادتی که ما انجام میدهیم در شریعت آمده است و پروردگار چی میگوید؟ و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعای تو برای آنها این چی است؟ آرامش است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی ابو موسی اشعری میگویند برای عمکم دعا کن که او به من گفت که به پیامبر بگو که مرا دعا کند، پیامبر میگویند اللهم اغفر لعبید ابی عامر، پروردگارا تو گناه های عبید ابن ابی عامر را ببخش. سپس ابو موسی صحابی جلیل میگویند پیامبر به من هم دعا کن که خداوند گناه های مرا ببخشد. سپس پیامبر میگویند اللهم اغفر لعبدالله ابن قیس ذنبه، خدایا تو عبدالله ابن قیس که ابو موسی اشعری نامشان هست گناهایش را ببخش. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص نام این صحابه را گرفته چی کرده بودند؟ دعا کرده بودند. سپس برای عامر هم که یکی از صحابه های جلیل و با شعرهای خود صحابه ها را در راه های جهاد الهام یا گفتیم شجاعت می بخشیدن، پروردگار گفته بودند یرحمه الله، پروردگار او را چی کند؟ ببخشد، به رحمتش بگیرد، پروردگار او را به رحمتش بگیرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا در حدیث دیگر آمده هست که هر وقت که کسی صدقه میداد، یعنی برای مؤمنان، و خبر میشد که فلانی این خیر را کرده است، پیامبر میگفتند اللهم صلی علی آل فلان و اللهم صلی علی آل ابی اوفق. وقتی که یک صدقه زیاده می آورند، پیامبر چی میگویند؟ پروردگارا تو به رحمتت گیر آل فلان را. یعنی این چی بود؟ این دعای پیامبر بود به هر کسی که خیر میکند. و این چونین درباره صحابه که پیامبر به یک نابود کردن بت و بتخانه میفرستند دعا کرده، میگویند اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا، پروردگارا این نفر را ثابت بدار و او را از جمله آنهایی که خودش هدایت شده و دیگران را هدایت میکند از جمله آنها گردان. اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. و این چنین خواهران عزیز، وقتی که مادر انس ابن مالک ام سلیم پسرشان را به نزد پیامبر آورده، میگویند پسر پیامبری الله، من چیزی برای دادن به شما ندارم، من انس پسرچه خردککم را میدهم که به شما خدمت کند. پیامبر میگویند اللهم اکثر ماله و ولده و بارک له فیما اعطیته، پروردگارا تو این انس خردکک را، مال و فرزندانش را بر زیاده کن و آن چیزی که به او دادی در آن برکت ده. و انس ابن مالک در حقیقت از عمر درازترین، سرفرزندترین و یکی از نفرانی خیلی پولدار یا گفتیم ثروتمند می شوند. همین گونه یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکنند؟ هر کسی که برایشان مرا دعا کن میگفت دعا میکردن. و این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از صحابه ها را با دعاهای مخصوص دعا میکردن. و اینجا بار پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت تقسیم غنیمت یک نفر میگوید که پیامبر با این کارش عدل نکرده ایستاده است و او از همون سرداران خوارج بود. انشاءالله در بارشان در عقیده می آید موضوع. پیامبر وقتی که این چیز رو می شنوند به جای دعای بد کردن میگویند الله بر رحمتش گیرد موسی را، اوذی بی اکثر من هذا فصبر، او از من هم زیادتر از امتان خود عذاب دیده بود ولی او صبر کرد. خواهران عزیز، اینجا دعا هست، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها کردند و در
حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر میگویند هر مسلمانی که برای برادرش در ظهر غیب، در نبودنش، نامش را گرفته دعا کند، فرشته میگوید ولک مثل ذلک، و اله و پروردگار به تو هم مثل همون دعایی که به او کردی بدهد. یعنی خواهرا در همین حدیث پیامبر میگویند شما در نبودن یک برادرتان برای او وقت دعا کردید که مثلا من اینجا خواهر عایشه را گرفتم و گفتم پروردگارا تو به خواهر عایشه فرزندان صالح ده، پروردگارا خواهر عایشه را در راحت تو ثابت قدم بدار، پروردگارا مشکلی هایش را خودت برآورده کن. برابر هر این دعای من فرشته چی میگوید؟ خدایا برای تو هم بدهد، خدایا برای تو هم این گونه شود. یعنی این خیلی یک نعمت بزرگ است، یک بشارت است. در ما نمیدونم در همین مردم تاجیکستان زیادی عکسش است خواهران عزیز، زیادی رو برو یک نفر رو دعا میکنیم، خدا خودش میداند که از پشتش او رو دعا میکنیم یا نه. و رو برو دعا کردن بد نیست، این هم یک چی گویم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو موسی اشعری به خودش دعا کردن، ولی دعاهای زیاد یک نفر رو دیده کردن بعضا از خاطر ما میبراید که ما شاید او رو دل او رو به دست آوردن این دعا رو کرده استادیم. ولی پیامبر چی گفتن؟ در نبودن یک نفر رو دعا کردن. یعنی برای همین این هم بعضی خواهرایی که میگوین من به یک نفر کینه دارم، هر چی میکنم اون کینه از قلبم نمی رود و یکی درمان های کینه ها رو از بین بردن در حق او دعا کردن است. وقتی در حق او دعا میکنید دیگر آن بودهای غرور و تکبر و بدبینی ها در قلب ها شکسته می شود و یک بار می بینید که مثل پیشتر به او بدبینی ندارد. و پیامبر چی گفتن؟ در نبودن برادرتان، در نبودن برادرتان وقتی که او در نزدتان نیست برای او دعا کنید و در این دعاها فرشته ها برای شما دعا میکنند و دعای فرشته ها اجابت است. و این چونین در حدیث دیگر میگویند یکی از دعاهایی که اجابت میشود دعای تو برای برادرت است، برای خواهرت است. یعنی دعا کردن برای برادر و خواهر یک هم برای خود شما فایده دارد هم برای او. و کی میداند که شاید بعضی از چیزهای هست، بعضی از مصیبت مشکلی های هست که ما با یک دعایمان به پروردگار التجا میکنیم و برای آن خواهرمان، برای آن برادرمان چی میشود؟ اجابت میشود. پس از این باب حدیث دعا کردن در حق یکدیگر نام گرفته، یعنی عموما دعا کردن هم هست و مخصوص نام یک نفر را گرفته دعا کردن را فراموش نکنیم، مشکلی های دیگران را به سوی الله بردن را فراموش نکنیم و یقین دانید که هر دعایی که برای برادر میکنیم فرشته ها برای ما دعا میکنند.